سلام. امروز اومدیم فروشگاه زنجیره‌ای تحت کاله ببینیم چه خبره. یه سری قیمت‌ها رو با ایران مقایسه کنیم ببینیم چه اجناسی داره. بریم ببینیم. تخم مرغ شونه‌ای 79 لیر، یعنی به پول خودمون میشه حدوداً 160 تومن. برندهای دیگه هم داره. 99 لیر هم داره. حدوداً 30 تا تخم مرغ توشه. خب بریم میوه رو ببینیم. پرتقال 125 لیر، سیب 70 لیر، سیب زمینی 16.90، پیاز 14.90، سبزیجات هم داره. ماهی هم ببینیم. ماهی از 185 لیر داره، 270 لیر داره. یه ماهی خوشمزه است، لورک اسمش، اونا 165 لیره. گوشت گوساله 675 لیر. هم بخش زیتون و ترشیجات. زیتون سیاه 250 لیر. بریم عسلا رو ببینیم. این برنده عسل 445 لیر، کمترین قیمتش هم 119 لیر. اینجا هم قسمت لبنیاته. بریم ببینیم قیمتش چجوریه. این پنیرها 108 لیره. دیگه من خیلی سریع براتون میگم که پنیر کاشار هست 169 لیر. اینا 170 لیر بوده، 179 لیر بوده، شده 169 لیر. پنیرهای گاو خندون اینا 48 لیره. تنوع کالاها خیلی بالاست با قیمت‌های متفاوت. بریم قسمت نوشابه رو ببینیم. کلا 46.90، 2.5 لیتری. سانی 36.90، اینا هم 2.5 لیتریه. اسپرایت 1.5 لیتری 40 لیر. $29.90، 19 لیر. بوتیا 29.50. این هم همینطور. خب بریم قسمت بعدی. اینجا هم قسمت ماکارونی هست. ببینیم ماکارونی چه قیمته. 14.90 لیر، یعنی 15 لیر میشه. این مدل 14.90. یه مدل هم اینجا هست که 19.90 بوده، 20 لیر بوده، شده 14.90. رسیدیم به قسمت خوشمزه. بریم کاکائو رو ببینیم. کاکائوی فندقی اورکر 29.90 که 30 لیر میشه، حدوداً به پول خودمون 60 تومن. پسته ایاش 49.90، 50 لیر. دیگه کارامبیتر هست 29.90.
اینا هست 7.50 لیر، 7.5 لیر میشه. این مدل 27.90. خب بریم قسمت بعدی. رنگ مو چند تا برند داره؟ برند الکس 99 لیر. رنگ پلت هست 179 لیر. برند نوا کالر اون هم 99 لیر. یه برند دیگه هم داره، اونا 219 لیر. کالستون. بریم قسمت محصولات شوینده کار رو ببینیم. فیری هست 69.50. گریل هست 99.50. هم از این قسمت. امیدوارم که لذت برده باشین. یه سری کالای اساسی با هم دیدیم. نظراتتون رو برامون کامنت کنین، سابسکرایب کنین حتما. بریم تا قسمت بعدی. مرسی.